قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اولین اقدامی که صحابه به رهبری ابوبکر صدیق رضی الله عنه انجام دادن چه بود؟ بعد از اینکه حکومت رو تشکیل دادن، دفع فتنه‌ای بود که ظهور کرده بود، فتنه مرتدین. به مجرد اینکه این فتنه خاموش شد، شروع کردن که دین خدا رو تبلیغ بکنن، دین خدا رو برسانن به بشریت. این وظیفه خودشون، رسالت خودشون، مأموریت خودشون از جانب الله میدونستن و این کار رو درست و به صورت تمام انجام دادن که بحث فتوحات اسلامی در چندین قرنهای پی در پی این فتوحات شکل گرفته. فتوحات اسلامی یک بخش عظیمی از تاریخ امت اسلامی است که چقدر بر علیه جهاد امت اسلامی از صحابه، تابعین و بعداً که صورت گرفته در دوران گوناگون و در رابطه با فتوحات و این همه تبلیغ دین، چقدر بر علیه امت اسلامی و تاریخ اسلامی نوشتن مخالفین، بلخص از اهل کتاب، از زرتشتیان تو ایران تا به حال اونایی که ملی پرستن، دفاع میکنن از اون دوران ساسانی خودشون و مسلمانا رو به عنوان عربهای سوسمارخار تا این حد اهانت. اگر تاریخی که اون همه بر علیهش هم گفته شده، نوشته شده، باز هم میدرخشد بیان منصفانه نگاه بکنن، خواهند دید که امت اسلامی در طول فتوحاتش برنامه هایی که پیاده کرده در تاریخ بشر نمونه نداره. نه اینکه ما ادعا بکنیم، من نمونه هایی رو براتون ذکر میکنم. مسلمان ها در دوران ابوبکر، پایان خلافت ابوبکر شروع کردن فتوحات خودشون و دوران 10 ساله خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه که از دوران درخشان امت اسلامی، تاریخ امت اسلامی است، 10 سال کلا در فتوحات بودن و همینطور در دوران عثمان ابن عفان این فتوحات ادامه داشت در شرق و غرب. ایران تقریبا در دوران عمر کاملا فتح شد و دولت ساسانی ایران سقوط کرد. امپراتوری روم سقوط نکرد، اما بخش‌های مختلف خودش در خود شام و مصر و شمال آفریقا از دست داد و عقب نشینی کرد به قسطنطنیه که استانبول امروز باشه، به اونجاها عقب نشینی کرد. ولی طی این فتوحات چه در دوران خلفای راشدین و بعد در دوران بنی امیه و در دوران عباسیان و در دوران سلاطین عثمانی، یعنی چندین قرن، نزدیک به 12-13 قرن، نه یک ساله، نه یک قرنه، مسلمان ها جهاد داشتن، نبرد داشتن. شما تصور بکنید هر کجا، هر قومی نبردی داشته، در نبردهای خودش جنایتهای فراوان و سهمگینی انجام داده. نه تنها مغول، خود صلیبی ها، خود مسیحی ها، خود یهود، اقوام دیگر چقدر جنایت ها کردن. اما تاریخ ما اگر گهگاهی دشمنان میان انگشت میگذارن، یکی از شبهاتی که مطرح میکنن میگن که بله مسلمان ها آمدن در حین فتح و فتوحات خودشون 2 کتابخونه آتش زدن، یکی در اسکندریه مصر و یکی در جندیشاپور ایران کتابخونه رو سوزوندن، کتاب سوزی کردن. اولا خود این کتاب سوزی و شبهه‌ای که مطرح میکنن در لابلای روایت‌های پوچ و بی اساس نقل شده. یه مطلب دوم، اگر فرضاً در حالی که روایات درست نیست، اگر فرضاً هم این روایت ها درست باشد، 2 مورد در چندین قرن
و بعد از اون همه صحنه‌های درخشان و توجه عظیم و رشد عظیمی که بشریت، نه تنها مسلمان ها بلکه بشریت داشته در زمینه علم و فرهنگ و تمدن، کجا رفته انصافشون که ببینن و بخونن؟ خود ایران در نظر بگیرید. خود ایران مگر استعداد نداشتن ایرانی‌ها؟ مگر توانمندی نداشتن که تمدنی رو بسازن که سراسر علم و دانش و هنر باشد؟ وقتی میان کسانی که به قول معروف ملی پرستن، براشون خاک و وطن فقط مهمه اما دین براشون مطرح نیست، میان همیشه دم از یک فرشی میزنن که در دوره عمر رضی الله عنه از ساسانیا گرفته شده، فرش بهارستان، تکه پاره کردن، هنر ما، تمدن ما رو برباد دادن. در حالی که بعد از اسلام افتخار ایرانیا بعد از اسلام است. افتخار ایرانیان بعد از ظهور اسلام و حاکمیت اسلام در ایران است. اگر علم، اگر دانش، اگر دانشمندان درخشیدن که هیچ قوم و ملتی بعد از ظهور اسلام اینگونه که ملت ایران درخشیده در تاریخ خود اسلامی ندرخشیده. و حتی پیغمبر خدا علیه السلام هم این مژده رو دادن به مردم ایران. در حدیث صحیحی که تو بخاری و مسلم است، ابو هریره رضی الله عنه روایت می‌فرمایند زمانی که سوره جمعه نازل شد، سوره مبارکه جمعه، به این آیه که رسیدن و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم، قبل از اون آیه هو الذی بعث فی الامیین رسولا که تلاوت شد قبلا هست که خداوند پیغمبری رو در میان امت امی فرستاده، خصوصیات رو ذکر میکنه. بعد میگه و کسانی دیگر هستن که هنوز نپیوستن به این ملت و امت عرب اما در آینده میان ایمان میارن. مردی سوال کرد از پیغمبر خدا علیه السلام، روایت در صحیحینه، این قومی که قرآن میگه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، هنوز نیومدن اما میان ملحق میشن به این مؤمنین، اینا کیا هستن؟ پیغمبر علیه السلام سکوت اختیار فرمودن. بار دوم، بار سوم، راوی میگه ابو هریره سلمان فارسی رضی الله عنه در جمع نشسته بودن، پیغمبر اومدن دست مبارک رو گذاشتن رو سلمان و فرمودن لو کان الایمان عند ثریا لناله رجال من هؤلاء، دستو گذاشته بود رو خود سلمان فارسی، اگر ایمان در ستاره ثریا باشه در آسمان ها، مردانی از این قوم به اون خواهند رسید. این از چیه؟ از استعداد، از توانمندی، از هوشیاری که در ملت و مردم ایران بوده. اما کجا بودن؟ در دوران ساسانی کجا بود اون استعدادها؟ چه زمانی شکوفا شد؟ زمانی که فرمانروایی و حکومت اسلامی اومد بر ملت ایران، اون موقع بود که این همه دانشمندان در فنون گوناگون. وقتی میگیم هیچ قومی ندرخشیده این گونه، واقعا شما تاریخ رو بررسی بکنید. اگر در تفسیر، اگر در حدیث، بلخص حدیث، در حدیث پیغمبر علیه السلام تألیفات و کتاب ها رو بخونید، واقعا مردم ایران و علمای ایران درخشیدن. کتب سته‌ای که ما داریم، کتب سته، بخاری، خود بخاری، چون بخارا جزو کشور ایران بوده، کشور ایران پهناورتر از این بوده که الان ما داریم. خود سمرقند و بخارا و بلاد ماورالنهر و افغانستان، این همه جزو حوزه ایران بوده. خود بخارا، خود سمرقند، امام بخاری در اون زمان و دوران جزو ایران بوده بخارا. امام مسلم نیشابوری یا نیسابوری مال نیشابور تو خراسان. ابو داوود سیستانی، سجستانی مال سیستانه. ابن ماجه قزوینی است. نسائی مال نسا هست. ترمذی مال ترمذه تو بلاد خراسان و ماورالنهر. حاکم نیشابوری، ائمه فراوان حدیث، فقه، احکام، تاریخ. بالاتر از اون از اساطین لغت عرب و ادب عرب ایرانی بودن و زبانشون عرب نبود. اما وقتی پیغمبر علیه السلام خبر میده از اون عزت، از اون سربلندی، از اون استعداد ایرانیان حتی در زمینه لغت عرب و زبان عرب و فصاحت عرب از خود عرب ها جلوتر افتادن. برجسته ترین علمایی که امت اسلامی و عرب ها دارن در زمینه علوم لغت عربی ایرانی ها هستن. سیبوی از برجسته ترین علمای لغت و نحو و صرف و نحوه، کتابش معروف به الکتاب. وقتی گفته بشه الکتاب یعنی کتاب سیبوی. ابو علی فارسی
عبدالقاهر جرجانی، فیروزآبادی، اینا جزو علمای برجسته علم لغتن. چقدر شعرا در طول تاریخ بعد از اسلام نگاه بکنید، اینا در سایه چه چیزی درخشیدن؟ مگر دولت ساسانی برای خودش حکومتی نداشت؟ اما وقتی مسلمان ها اومدن در سایه قرآن و در سایه مسجد و در سایه اصحاب و یاران پیغمبر علیه السلام، صداقت اونها، اخلاص اونها، زهد پارسایی اونها، مساوات و عدالتی که رعایت میکردن، ایرانی ها درخشیدن. امت اسلامی اگر پرچمدار فتوحات و جهاد بوده، اگر منصفانه کسانی که واقعا بلخص از مستشرقین می نویسن بر علیه تاریخ ما نگاه بکنن، 8 قرن تمام، 800 سال تقریبا مسلمان ها در اندلس، اسپانیا و پرتغال، امروز 2 تا کشور امروزی که اسپانیا و پرتغال باشه، 800 سال مسلمان ها اونجا حکومت کردن. 8 قرن زمانی که مسلمان ها وارد شدن، طی این 8 قرن مسیحی ها اونجا زندگی میکردن، ایجاد مزاحمت بهشون نشد، تار و مار نشدن، تا نگن که مسلمان ها یک دست قرآن داشتن و یک دست شمشیر. شمشیر برای دفاع بوده، نه برای اینکه مردم رو اجبار بکنن. لا اکراه فی الدین، اکراهی در اینکه مردم عقیدهشون رو تغییر بدن در دین ما وجود نداشته. اما کسانی که طاغی بودن، سرکش بودن، متمرد بودن و اجازه نمیدادن که مسلمان ها صدای حق و صدای خدا رو به بشریت برسانن و مردم رو از زیر سلطه و امپراتوری فرس و روم که این همه گرفتار و بدبخت بودن آزاد بکنن، اجازه نمیدادن. بله، وارد جنگ هم میشدن و شمشیر هم به کار میبردن. مگر امروز بشر این کار نمیکنه؟ بشر امروز این تصمیم نمیگیره؟ سازمانی به نام دفاع از حقوق بشر تشکیل نداده؟ خود سازمان امنیت، شورای امنیت مگر جلسه تشکیل نمیده که مثلا آمریکا و نمیدونم فلان و انگلستان بیان به یک کشور حمله ور بشن چون اون کشور ظالم ستمگر داره به ملت خودش ظلم میکنه؟ تصمیم میگیرن، اعلان جنگ میکنن، همه هم میپذیرن و در لابلای این جنگ چقدر خونها ریخته میشود. چطوری تصمیم میگیرن؟ بعدم همه قانع میشون که بله، حاکمی که در اونجا حکومت میکند ظالم است، به ملت خودش داره ظلم میکنه. آمریکا و انگلستان و اروپا اومدن به جنگ یک حاکم ظالم، در حالی که چقدر سوء استفاده هم میشه، چقدر تو عراق و افغانستان دارن جنایت میکنن. نه تنها در حین حمله ور شدن، تو زندان چقدر انسانهای بیگناه کشتن و دارن میکشن، خود آمریکا و انگلستان تو عراقش و تو خود افغانستان. اما مجوز دارن به صورت رسمی، افتخارم میکنن به این حمله ور شدنشون و به این تهاجمشون و به این جنگشون، میبالن. ما برای آزادی ملت ها میایم، شعارم میدن، دعوتم میدن. چطوری وقتی که اسلام میاد همچه اقدامی میکند و در واقع هم تاریخ اگر بررسی بکنیم نشون داده شده که واقعا برای چه اومدن؟ در اندلس 8 قرن حکومت کردن مسلمان ها. مسیحی ها طی این 8 قرن در کنار مسلمان ها زندگی میکردن. به مجرد اینکه سقوط کرد اندلس، مسلمان ها اسپانیا و پرتغال رو از دست دادن. شما برید تاریخ رو بررسی بکنید، یک مسلمان تو اسپانیا و خود پرتغال موند. چرا نموند؟ چرا؟ به خاطر برخورد مسیحی ها. دادگاه های تفتیش عقیده برپا کردن. یعنی چی؟ یعنی دنبال بودن که فلانی عقیدش چیه. نسخه قرآن جرم بود که باید اعدام بشه طرف. کلمه توحید بگه. 8 قرن مسلمان ها، اون همه مساجد، اون همه کتابخونه، اون همه علم، اون همه علما، چه شد که یک باره یک فرد مسلمان در اون کشورها نمونه؟ برخورد بود، برخورد بسیار وحشیانه و قتل عام مسلمان ها کردن که تعداد فراوانی کشته شدن، تعدادی هم متواری شدند و فرار کردن. کدوم برخورد وحشیانه بود؟ در حالی که اروپای غربی، همون فرانسه، انگلستان، آلمانش، در زمانی که مسلمان ها حکومت میکردن تو اندلس، در تاریکی و ظلمات قرون وسطا بودن و در آتش فتنه های گوناگون میسوختن، اندلس میدرخشید با علم خودش و علمای خودش. این تاریخ اسلامی است. بالاتر از اون در کجای تاریخ شما دیدید این دگرگونی عجیب در تاریخ بشریت؟ شما تاریخ رو بخونید. وقتی مسلمان ها وارد شمال آفریقا شدند، از مصر، بعد لیبی، الجزایر، تونس و مغرب، شمال آفریقا، قبایلی که اونجا حاکم بودن و زندگی میکردن بهشون میگفتن قبایل بربر. چنان متوحش،
سنگدل و خشن بودن که خود بربر یه ضرب المثلی در اومده بلخص میان عرب ها که اگر قومی الان بیان وحشیانه به کسی حمله ور بشن میگن اینا بربرن. اما مسلمون ها با چه چیزی تاریخ رو ورق بزنیم، با چه چیزی همین قوم بربر خشن متوحش وحشیانه از اونها انسانهایی رو ساختن که پرچمدار و مشعلدار نور و هدایت بشر شدن و خود اسپانیا یا اندلس همین بربرها رو فتح کردن به فرماندهی طارق ابن زیاد که طارق رحمه الله یکی از بربرها بود. در کجا پرورش یافت؟ تو کلیسا، تو مسجد، در زیر سایه و لوای قرآن، در زیر پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت یافت. طارق و امثال طارق بربرها رو تبدیل کرد به انسانهایی که اگر متوحش بودن برعکس انسان ساز مکتب ما، اما نمیخوان ببینن. وقتی مسلمان ها اومدن قسطنطینیه یعنی استانبول رو فتح کردن توسط محمد فاتح رحمه الله، خود اروپایی ها و غربی ها اعلان میکنن که پایان قرون ظلمات وسطا در اروپا زمانی بوده که مسلمان ها وارد قسطنطینیه شدن. مگر قرنها خود امپراتوری روم، خود کلیسا، کشیش ها حاکم بر قسطنطینیه نبودن؟ کجا بود که ظلمات و تاریکی و جهل ها رو بزداین از خودشون که اسلام اومد و مسلمان ها اومدن؟ هر کجا مسلمان ها پا میگذاشتن دینمونه اولین کلمه ای که تنین انداخته در گوش پیغمبر علیه السلام به عنوان آغاز وحی اقرا هست. دین ما دین خوندن است، دین مطالعه، دین علم، دین دانش و فرهنگ و تمدن است. کتاب سوزی میکنن. این همه صحنه های درخشان ندیدن؟ اگر شهری رو بنا میکردن، اگر روستایی رو میساختن، اگر شهری رو فتح میکردن مسلمان ها، اولین گامی که برمی داشتن مسجد رو بنا میکردن. مسجد چه بود؟ مسجد محل پرورش بود، انسان ها رو پرورش میدادن. غمخواری و دلسوزی شما در طول تاریخ دیدید که مسلمان ها، اصحاب، تابعین، ببینید در گوشه و کنار دنیا، تو اون شمال آفریقا که خدا میدونه چقدر کوه ها و جنگل های وحشتناکی بوده، چه میخواستن؟ دنبال مال بودن. اگر دنبال مال بودن زمانی که ایران رو فتح کرده بودن براشون کافی بود، به هر 7 پشتشون کافی بود. اما همه رو پشت سر گذاشتن و میرفتن سینه رو سپر میکردن، ایثارگری، فداکاری و شهید میشدن. برای چه بود؟ ایرانی‌ها وقتی با خود مسلمان‌ها درگیر شدن، خیلیاشون از بس به ستوه اومده بودن از امپراتوری ساسانی که آغوششون رو باز میکردن بر روی مسلمان‌ها و چیزی رو از مسلمان‌ها و از خلیفه مسلمین دیدن، عمر ابن خطاب، که حتی تو ذهنشون هم نبود. اونا پرورش یافته بودن در یک نظام طبقاتی فاحش، طبقاتی بودن که اصلا حتی اجازه تعلیم و تعلم نداشتن، مثل حیوان. شاه دیگه براشون خدا بود، سجده میکردن براش. اما وقتی مسلمان ها اومدن، اون مساوات، اون عدالت، وقتی شنیدن از عمر ابن خطاب رضی الله عنه که به عنوان اون خلیفه برجسته‌ای که شرق و غرب به زانو در اومده در برابرش، اما اینگونه زاهد و پارساز، کاخها و تاج و تخت پادشاه ایران در اختیار عمر است، اما کمترین تأثیری بر لباس او، بر خورد و نوش او، بر خونه و اساسیه و زندگیش نمیگذارد. زاهد است و پارساز که زمانی که قحط سالی در مدینه میافتد سنگو به شکم میبندد خلیفه مسلمین. میگه که ای شکمم، صدا میداد شکمش، میگفت که صدا بدید یا ندید، تا وقتی که این بلا و مشکل از سر مسلمانان رفع نشده سیرت نخواهم کرد. این خلیفه است که تمام دنیا زیر پرچمشه. اینا میان جنایت میکنن. عمری که شبها در کوچه های مدینه دار میزند، احساس مسئولیت میکند، میگه اگر در شرق و غرب حیوانی بلغزد میترسم که در روز قیامت خداوند از من سوال بکنه که چرا راه رو برای این سواره هموار نکردی. اینگونه بودن. نگاه کنید زمانی که مسلمان ها اومدن بیت المقدس رو آزاد کردن در دوره عمر، بعد مقایسه بکنیم زمانی که صلیبی ها دوباره اومدن و بعد از اون در دوره صلاح الدین. من خیلی گذرا فقط بهش اشاره میکنم. زمانی که بیت المقدس فتح شد، خود مسیحی ها گفتن که تنها کسی که ما کلید این شهر رو بهش تحویل میدیم خود عمر ابن خطاب است، بایستی بیاد از مدینه بیاد به فلسطین. به خلیفه نامه نوشته شد، خلیفه هم اومدن. زمانی که اومدن یه داستان جالبی داره. عمر ابن خطاب رضی الله عنه وارد شام که شدن،
استاندار و فرمانده کل شام ابو عبیده بود، امین امت، یکی از عشره مبشره. بعد از اینکه قرارداد بسته شد و صلح و پیمان نوشته شد، عمر رفت به خونه استاندار خودش، فرمانده نظامی که فرمانده کل سپاه در شام بود. وقتی وارد خونه ابو عبیده شد، نگاهی انداخت به خونه فرمانده خودش، استاندار خودش. ببینید اونایی که ادعا میکنن اینا برای پول، برای چپاولگری، غارتگری، عربهای فلان همچه اهانتی میکنن، این همه فتح، فتوحات، غنایم فراوان. ابو عبیده، عمر وارد خونه ابو عبیده میشه. تو خونه ابو عبیده یه مشک کهنه آبی میبیند، یه کاسه‌ای و یه زین اسبی. بعد عمر میگه که من گشنمه، چیزی دارید؟ سراغ یک سبدی هم در گوشه خونه بود، اونجا رفت چند تکه نون خشک رو بیرون آورد. ابو عبیده دید که عمر اشکاش در اومده، داره گریه میکنه. گفت برای چی؟ گفت به خدا قسم دنیا همه ما رو تغییر داده جز توی ابو عبیده، جز توی ابو عبیده موندید به همون صورت. که میگه؟ عمر میگه به ابو عبیده رضی الله عنه. این گونه بودن اینا، انسانهایی بودن که دنبال غنایم بودن، دنبال مال بودن، اونهایی که شبها در دل شب این همه آه و ناله داشتن. حتی سربازان داستانهایی رو تعریف میکنن در اردوگاه مسلمان ها، اگر روزها میغریدن مثل شیر، شبها میگه اگر از کنار چادرها گذر میکردید، گریه بود، صدای آه و ناله بود، رکوع بود، سجود بود، تلاوت قرآن بود. این بودن سپاهیان اسلام. اینا میان به ناموس و جان و مال مردم تعدی میکنن. زمانی که قرارداد بسته شد، عهد و پیمان بسته شد، میان عمر ابن خطاب رضی الله عنه و خود مسیحی ها، ببینید چه پیمان زیبایی. به این صورت پیمان بسته شد که این امانی است، امانی میدهد امیر مؤمنان عمر ابن خطاب به مسیحی ها که در مالشون، در جانشون، کلیساهاشون، صلیبهاشون همه در امان باشد. کسی حق نداره بهشون تعدی بکند، کسی در کلیساهاشون حق نداره تصرف داشته باشه و اموالشون محفوظ است. کسی اجبار نمیشه که دین خودش رو رها بکند، حتی بهشون ضرر برساند. به مسیحی ها درخواست کردن از خلیفه که ما نمیخوایم یهود با ما اسکان داده بشه. بازم در اون عهدنامه نوشته شد که یهود اسکان داده نشه با اینا. خود مسیحیان میدونستن با مسلمان ها بودن براشون خیلی بهتر از اینه که با یهود باشن و ازشون جزیه گرفته بشه، به همون اندازه‌ای که از مدائن تو خود شهریست تو عراق ازشون گرفته میشد. اما زمانی که مسیحی ها آمدن بیت المقدس رو از مسلمان ها گرفتن، همون مسیحی ها و صلیبی ها که نمیان تاریخ خودشون رو درست بررسی بکنن، اما گهگاهی منصفانشون هستن. من فقط عبارت یک مورخ انگلیسی رو براتون بخونم که به تصویر میکشونه زمانی که مسیحی ها وارد همین فلسطین شدن، بیت المقدس شدن، چه جنایت هایی رو انجام دادن. میگه که مسلمانان در خیابان ها کشته میشدن زمانی که اونا دیگه وارد شدن. حتی کسانی که فرار میکردن از دیوارهای شهر خود را پرت میکردن، از روی ناچاری مسلمانان خودشون رو پرت میکردن و آنهایی که قایم شده بودن پیداشون میکردن و نصارا سواره و پیاده مسلمانان رو تعقیب میکردن و چیزی جز فریاد و آه و ناله کسانی که جان میدادن نمیشنیدید. مسلمانان دیگه جون میدادن و صلیبی ها روی جنازه ها و اجساد کشته های مسلمانان راه میرفتن. اما بعد از 92 سال دوباره ببینید این جنایت ها رو انجام دادن. بعد از 92 سال صلاح الدین ایوبی دوباره بیت المقدس رو میگیره. همون صلیبی ها و نوه های اونها و سلاله های اونها که جنایت کردن تو بیت المقدسن. اما ببینید دوباره بازم مسلمان ها چه تعاملی دارن با نصارایی که تو اونجا بودن. بعد از 92 سال صلاح الدین قدس رو آزاد می کند، به همه سربازای مسیحی مهلت می دهد به مدت 40 روز اگر بخوان برن، هر چی میتونن از اساسیه خودشون بردارن و برن و هیچ احد الناسی حق نداره به مسیحیان شهر قدس تعدی بکند و تعرضی داشته باشد. و شاعر در پایان یک بیتی هست، شعر عربی خیلی جالبه، من این بیت رو میخونم و به عرایزم خاتمه میدم. شاعر خیلی جالب میگه ملکنا فکان العدل منا سجیتا فلما ملکتم سال بالدم ابتحی و حللتم قتل الاسارى و طالما غدونا على الاسرى نمن و نسفحی فحسبكم هذا التفوت بيننا و كل اناء بالذي فيه ينضح. میگه ما
حکومت کردیم، فرمان روایی کردیم، اما عدالت جزو خلق و خو و طبع ما بود. اما زمانی که شما اومدید فرمان روایی کردید، به مسیحی ها میگه دریای و جوی خون رو راه انداختید. شما آمدید کشتن اسیران رو مباح کردید و چه بسا ما اسیران رو منتی برشون میگذاشتیم و بدون اینکه حتی فدیه ازشون بگیریم آزاد میکردیم. فحسبکم هذا التفاوت بیننا، کافی است این تفاوت و فرقی که میان ما و میان شماست. و کل اناء بالذی فیه ینضح، هر کوزه‌ای اون چی که درش هست میتراود، یا از او کوزه اون تراود که درون باشد. این ضرب المثل عربی تو بیت آورده و ضرب المثل فارسی همینه که از کوزه اون برون تراود که درون باشد. شما دلهاتون، شما وجودتون به نصارا میگه پر از بغض و کینه و حقد و حسده، همچه برخوردی میکنید. ولی ما بارها شده که تصرف کردیم، فتح کردیم، اما تا فتح کردیم آزاد کردیم. پس اینه که جهاد امت اسلامی جهاد آزادی بخش بوده. امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که بهتر و بیشتر بخونیم، مطالعه بکنیم. بلخص جوانای ما تاریخ رو ورق بزنید. جزء تاریخ گویای صحنه‌های درخشان امت اسلامی است و اون زحمات و ایثارگری اصحاب و تابعین و همه علما و دانشمندان و شهدا بوده. موفق و مؤید باشید. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.